اینا کسری آنترانوز میگن. در وضعیتی که کرونا ویروس دنیا رو به تشویش آورده است و مسئله تامین غذا یکی از موضوعهای روز است، ما به دهه گلستان آمده از این تگذار دیده نمودیم. چون این وضعیت تگذار رو دیده حیران هم شدیم. سال گذشته از همین تگذار زیاد از 40 تن حاصل انگور جمع آوری شده بود. امسال باشد نهادهای تگذار کسل شده، یگان دانه انگور ندارند، میگوید امکی سلام. 750 دانه نهال تگذار آن همین طور خشک شدند. سلامبک فایران مانده است. سبب‌های کسل شدن تگذار رو غمگین و علام‌آور شرح می‌دهد. 3 سال اول تا 10 سال حاصل دادن ممکنه. بعد 10 سال ریشه چقدر میرفته. ما گفت دادن سالیس گفت بود ما خبر نکردیم که بعد شنیدیم که همین تعداد شده و خنا میشه همین باغ همین انگور. اگر امکانات باشه اینو جوی نشه جوی تپویا بتونه. ما همین خیسایت میتونم چون که ما همین اقتصاد کوتاه سر کردم نگی tavsiye ettim adamlara ki daha mi tadaş o kandan işte yani boş imkanat boşa daha mi tepo ya yokundan چیدنش ممکن. در خصوص ضرری رسیده به خوجگی دهخانی مهدلیون سلامبکوف و رئیست کشاورزی نویا خبر داده است. توان ضرر معین نشده است. همین گونه وضعیت را در دیگر تگذارها مشاهده کردن ممکن است، میگوید سرمتخصصی رئیست کشاورزی نویای واسه اسکندر رحیموف. از حساب تغییر اقلیم یک بار پسیدن حرارت هوا در تاریخ 6 هفتم اپریل سال جاری بریدن برف و بعضی زراعت‌های کشاورزی به تاثیر منفی خود رسانده است. خیلی به ما معلوم است به حاصل زردآلو، انگور البته تاثیر رسانده است. با وجود همه این مشکل‌ها البته دهقانان کوشش به خرج دادن امسال برای استحصال کردن محصولات کشاورزی و غنی کردن بازار استعمالی نوحه حاصل خوب به دست آوردند. در بخش اداره امور نوحه واسه از نتیجه فعالیت استحصالیشان خوجگیداران حسابات میدهند. عبدالکریم سرمتخصصی بخش کشاورزی میباشد. در این خصوص او معلومات بیشتر دارد. حاصل از روی نشاندادها نسبت پارینه خیلی خوب است. مثلا سبزیجات را بگیریم. پارینه در همین وقت 222 سانتی تشکیل میکرد. امسال باشد 300 سانتی داخل است. خب قلزی باشد پارسال 204 سانتی تشکیل میکرد، امسال باشد 240 داخل است. ممکن با ماهای آنده را باز زیاد شدنش ممکن. هر روی نشاندادهایی که جماعت‌ها ثبات پیشنهاد میکنند. با مقصد آشنایی نزدیک از وضعیت فعالیت خوجگیداران و دهه عبرت آمدیم. این دهقانان رو سرگرم کار پیدا کردیم. جواری مکه حاصل کشت یکم می باشد. دهقانان کوشش دارند که حاصل را جمع آورده تیزتر به کشت تکراری شروع نمایند. این اسباب جگوری را بگیریم جاش تا جگوری میکنیم نیمش از سبزی میکنیم 30 سوتک زیادتر یا 60 سوتک زیادتر وزمین با چی را سبزی را شوا کنش آن دقیقی نیست. مهماندو سید احمدوف دهقان بی زمین از 2 هکتار زمین را اجاره گرفته همراه با فرزندانش صاحب جای کار شدند. شکم سری سه اویله امید یگانه فرزندان درآمد حاصل زمین است. در وضعیت کرونا ویروس امکی مهماندوست کوشش دارد که نسبت به سالهای پیش امسال زمین را بهتر استفاده نموده حاصل بیشتر به دست آورده برای دوره زمستان ذخیره نماید. اینا 3 تن گندم دارم ذخیره. 4 تن یک تن فروختم رسوادم زمین زدم. 3 تن گندم دارم اینا با جگوری خیال نشیدم ممکن یک 2-3 تن ممکن بگیرم 60 فوت. اونا با سیلوس شای برای گاو مال. انا جورا او اینا تربوز جای گندم رو تربوز کردم. تربوز اینا گل اومده. همین ماه ینوار دام خدا را شکر خونمون رو تربوز میشه. های دهخونی هم خیلی خوبه که هم شکم سر میشه. دیگه یگون کیلو آرد و چی خواهی همی روغن دیگه نمیدونم روغن هم میخریم حقیقتا دیگه همه چیز همجا هست. سبزی کردم اینا بلغاری کردم اینا بودرین که خیلی بودرین اینا تمام شده با جای گندم دا بودرین کردم. این دهقانان در زمین محصولات استعمالی طلب روز گندم، خربوزه، تربوز، بادرنگ و پومیدور و دیگر محصولات‌های غذایی پرورش نمودند. بین محصولات‌ها پومیدور کسل شده است. این ایسوبی نمی گردی چنگ خوک، نمی گردی چنگ نمی در میرای پودای بشو میرا میای ایسوبی همی لولو هم مشکوک این تا 20 متر بسون شنیگو کنی خیلی شده.
برای رنگارنگی از این قطعه زمین به قطعه دیگر آمدیم. در دهه لرخوبی جامعه دهات توگرک این زمین را خوجگی دهخانه به نام خورشید استفاده می نماید. نورخان از این سالهای زیاد می شود که شغلش دهخانه است. قلمفور بلغاری، قلمفور تیز، بویمجان و دیگر سبزوادها پرورش نموده بازار ناحیه را با همین محصولات‌های نیاز اهالی تامین می نماید. امسال رشد گپ محصولات‌های ما بگم ای پورینه در کمبودی داره نداره نسبت به پمیدور خیلی گپ زده میتونم. امی پمیدور سال گذشته هم امی درجه در همین چین خوک شده بود در بازار پمیدور نرخش بلند بود و امی سال هم خوک شده است. تو امی پمیدور ده زیادتر امی کسالوی کرونا امی کسالو پمیدور ده زیادتر زده است. تاثیر این ای دیگه محصولات‌های قلمفر بلغاری و این چیزو ده من روز گپ او قدر هیچ نکردیم. همین پمادر نزدیکترین محصولات بوده است. نه ممکن باشه خیلی زمینایی که کسال باشن دهقانا نتونستن درسته. خیلی هم شیلنج میکنه. این همه کار ایامی طبیعت میشوه. در حالتی که پمیدورو در پرنیکوی کلونی که بلوشون محکمه های امواد هر خیل غبار و هر خیل چیز نمیزنه امواد حاصل نوکیشون تبدیلای. این چیزی که در همی هوای شده ای همو بلو به طریق شکای به طریق روشنایی و همو چیزو میگذره و همین چیزو تا تاثیر میکنه. اما که نورخان میگوید که درباره کرونا ویروس فکر میکنند اما وقتی بیکاری نیست. مهنت آنها را از این بیماری نگاه داشته است. امی در زمین خوک هم است، پرو هم است، دیگه خودتو هم است. یک روز ده 1000 بار ما امی خوک میکپم، نیهول میکپم، امی چیزا را میکپم. نکی با کرونا ویروس خیلی ندیدم که دهخان ای سر زمین چی شود. اعضاتون چی؟ اعضامون دیگه میایم کار میکنیم. خیلی چی داریم زاشیدگی داریم. دام بنده جیبا کنده هست. خیلی تایی اولی خسرانشونه تا یکم تمام تایی کرونا شدگی داشتیم. این سال با سبب بیماری کووید 19 در تمام جمهوری کرانتین اعلام شد. البته در ساحه معارف تندرستی فرهنگ دیگر کارها البته دهقانان در کرانتین نبود برای آنکه دهقان باید استحصال کننده است بازار را تامین کنه با محصولات تر و تازه. دهقانان با رعایت گیگین شخصی و طلباتی که از طرف وزارت تندرستی معین کرده شده بود رعایت موقتی البته در صحرا سرمشق کار بودن. عجبی نیست باشه. عجبی نیست باشه. برای که این شیده کن. چون که من همون جینما در همون استاد زنگزم هم میگه پزد که هم خیلی کمی سال کردن میشه. مدام گفت زلال داری همون دونمی جوی تعدادشون نه زلال دادگی اینه که جوی نشون سوزان. سلامبکوف هم در مهنت آبوتو بیفته است. سینش از 70 سالگی گذشته است. بیمار نشده است. او مقصد دارد که تاگزارش را با قوای خودش از نو برقرار نماید.